عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن. سلام احترام خدمت شما، خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین. استاد محمد زکریا مری هستم، استاد انستیتوت تکنولوژی افغان و مسئول کمیته نوآوری انستیتوت تکنولوژی افغان. تیاره که شما میبینین یک تیاره بی سرنشین است که تقلید از تیاره های دیگر بی سرنشین شده و این آماده شده. این تیاره را که میبینین شما یک مدل است که آماده شده. ما میتونیم که مدل واقعی از این را همچنان بسازیم که این تیاره کمیته نوآوری در انستیتوت تکنولوژی افغانی تیاره را ساخته که اعضایش استادا و شاگردا شامل می باشه که استاد محمد فریدون، استاد رشته موتر و همچنین مسئولین انستیتوت دی شامل بودن. اینا فعلا یک مدلش هست که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از این همچنان بسازیم. ساختار از فعلا از فوم است که ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم. فعلا خوی حدودا 20,000 افغانی از ایده برداشته، باز واقعیش که آماده بسازیم انشالله که حدودا 1,50,000 ما میتونیم یک واقعی از فایبر برازی بسازیم. برای آینده همی پلان داریم که بتونیم فایبرش بسازیم و شکل واقعیش که بتونیم در افغانستان از استفاده کنیم. اینا که هستن خب میتونیم در بخشای نظامی هم استفاده کنیم، غیر نظامی هم استفاده کنیم. به خاطر پاش کردن مثلا مواد خاموش کننده عریق در جنگلات و نظارت از زراعت و بخشای دیگه اراضی افغانستان. عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا